کامبیز دایی آقا جون کجاست؟ بدو برو صداش کن بیاد. بعد نهار گفت میره یه چرت بخوابه. مگه چی شده؟ هیچی، به خاطر عقب افتادن قبض گاز برامون اخطاریه فرستاده بودن. آقا جونم عصبانی شده رفته، مثل اینکه با کنتور گاز یه کارایی کرده. از کجا میدونی؟ از اونجایی که شرکت گاز SMS فرستاده که شما کنتور گاز رو دستکاری کردید. اونا از کجا فهمیدن؟ از اینجا که الان شرکت گاز 100,000 تومنم به ما بدهکار شده. کامبیز بر چی میخندی؟ ای والا، آقا جون گفته بود یه منبع درآمد جدید واسهتون پیدا میکنم. راستی خاندایی مگه روحانی نگفته بود تا آخر اردیبهشت قبض برق و آب و گاز نمیفرستیم؟ ای بابا واسه تبلیغات از این اراجیف زیاد میگه. فقط وقتی آقا جون میدار شد تو بهش بگو که دیگه کنتور رو دستکاری نکنه، چون شرکت گاز میفهمه ها. چرا خودت داشته بگی؟ بی‌ترسی عصبانی بشه خاندایی؟ نه کامبیز جان، اتفاقا آقا جون هیچ فقط دست من عصبانی نشده. مگه ندیدی دیروز سر نهار دستم خورد به بطری آب، همش ریخت تو غذای آقا جون. هر کی دیگه بود یه چک میخوابون زیر گوش بچهش، ولی آقا جون نزد، فقط بشقابشو با بشقابم عوض کرد. به نظرم اگه میزد که بهتر بود. خب دیگه کافیه، خبرترینو بخون ببینم چه خبره. الان بخونم خاندایی. دوغکی ترین اظهار نظر هفته، رئیس ستاد مقابله با کرونا تو تلویزیون گفت با استفاده از آزمایش داروهای ترکیبی فراوان موفق شدیم آمار مرگ را کاهش دهیم، اما نمیدانیم تاثیر کدام داروی مورد استفاده بوده است. بگو کمرت رگ به رگ نشه با اینم تناقض. ولی کامبیز جان من میدونم اسم اون داروی چاخانش چی بوده. چی بوده؟ اسمش باکن استدلره که با شفره آمار رو پاک میکنن، منتها تو تلویزیون روش نمیشه بگه چطوری داریم آمار رو کم میکنیم. از قول من بهش بگو شب زود بخواب، غذای چربم زیاد نخور که بهت نمیسازه. خاندایی یه خبر جنجالی دیگه هم بود. چی بود؟ پاسدار سلامی فرمانده سپاه راجع به نحوه کارکرد دستگاه کرونایابش گفت چند تا ویروس کرونا رو داخل خشاب دستگاه میگذارن، بعد آنتن دستگاهشون تا محیط 100 متری رو به سمت نقطه ویروس هدفگیری میکنه. احتمالا بعد 5 ثانیه هم 2 موشک به اون نقطه شلیک میکنن. بعد 3 روز میگم ویروس شناسایی شده کرونا نبوده، ویتامین بوده. خاندایی این سلامی اصلا میدونه اندازه ویروس چقدره که میگه این در قابلمه تا 100 متری تشخیصش میده؟ دایی اگه میفهمید که سپاهی بود. به این قربان گارسیا یه نظام باید بگن تو هواپیمای مسافربری رو هوا نزن، نمیخواد از 100 متری ویروس رو تشخیص بدی. بریم دایی که وقت تمومه. بریم خاندایی.